به خاطر ترغیب و تشویق هنر و هنرمندی، مسئولین دانشگاه ملی تاجیکستان تصمیم گرفتند که در نزد دانشگاه محفلی را تشکیل نمایند که به اون ضعفمندان را از حساب گلدختران دانشگاه جلب نمایند. این محفل در یک هفته چند مرتبه در تالار استخوان‌های دانشگاهی مذکور گذرانیده می شود و خواهشمندان آمده در اینجا درس هنر می گیرند. در این گوشه همه آن هنرهایی که ما می‌بینیم همش دسترنج خودی دختران دانشگاه می باشد. در وقت‌های فارغ از درس طبق جدول معین شده دانشجویان آمده با همراه معلمه مولانا زار و یعنی هنر می‌آموزند، هنرهای مردمی را از خود می‌کنند. به گلدختران زنی درس می‌گوید که خود سراپا هنر است و با هنرش برها دل دوستداران هنرهای مردمی را تسخیر نموده است. او از فرمان مولانا ضربه می باشد که یک قسم محبت قلبش را به هنرش بخشیده است. او چند پیش از جانب انسامبله گنرالی شورای جهانی کسیبان هنرمندان در نمایشگاه مجازی و مسابقه اوید و بهترین محصولات هنرهای مردمی که شورای جهانی هنرمندان طریق ویدیویی سازمان داده بود، همچون هنرمندی بهترین جهان حسابیده شد. او به هنرمندی از سن 6 سالگی شوق داشته است، زیرا که مادرش هنرمند بوده است و هنرهای داشته خود را همچون میراث به دخترش آموخته است. ما در نزد دانشگاه ملی تاجیکستان محفل به نام دستان ماهر تشکیل نمودیم و لکر از یک فاکولته دوست دخترک آمده و اینجا هنر می آموزانند. الکی شماره دخترکان به 25 نفر رسیدگی. ما در اینجا هنر بافی، جورو بافی، توک بافی و مورکشی را یاد میتیم. در محفل ما در یک هفته 3 بار تشکیل می شود. این هم امکاناتی که وقت دخترکا روز خولگی خود استفاده میکنند در این محفل به غیر از درس. در عموم کدام که امکانات کدیکایی که وقت داشته باشند آمده همین محفل استفاده میکنند. همه این گلدختران آمده در نزد آموزگارشان هنر می‌آموزند و طرز درست انتخاب محصولات لازمه را از او پرسان می‌شوند تا توانند خودشان آزادانه هنر آموخته‌شان را پیش برند. کوشش میکنیم که رسمان‌های از رستنی‌های تازه رنگ کنیم. چیزی که در تاجیکستان در رستنی که در تاجیکستان است همه رنگ شده میتواند. ما همین رنگی کوشش میکنیم که رنگ‌های و تازه و طبیعی رو استفاده بریم. رنگ‌ها از تو